انتخاب شعراتون خیلی وسواس به خرج میدین. روی چه معیارهایی معمولا شعر آهنگاتون انتخاب میکنین؟ سخت‌ترین کار ما همینه، دست رو دلمون نذاریم. یکی از دلایلی که من و هومن یکم دیر به دیر آهنگ میدیم این که خب شعر خیلی مهمه. من شخصا فکر میکنم شعر نمیخوام بگم نقش اول، ولی نزدیک به نقش اول میتونه باشه. چرا؟ چون کالچر ما ایرانی‌ها خیلی شاعرانه هستیم، خیلی پوئتیک هستیم. دقیقاً. با شعر زندگی میکنیم، با شعر عاشق میشیم. شعره که کلاس یک خواننده رو، سبکش رو، طرز فکرش رو، طرز صحبتش رو بستگی داره به سنش. من و هومنم وقتی که مسلما 16 17 سالمون 17 سالمون شروع کردیم، شعرمون خیلی خوب بود برای زمان خودش، ولی چون سنمون میره بالاتر، شعرمون هم تقریبا یه کاری میخوایم بکنیم که با طرز فکر رو سنمون بریم، ولی همون کامرشال و فان هم باشه. و اینکه من شخصا فکر میکنم شعر جای خیلی بزرگی داره و بله از دوستایی هم استفاده میکنم که تو ایران هستن، مثل مریم هیدرزاده، مثل خیلی دیگه که الان نمیتونم مستقیم بگم چون احتمال داره عزادشون کنن، ولی باعث افتخار ما هستن. ولی شعر خیلی مهمه در حالی که ما همیشه دوست داشتیم شعرامون یه احساسی بده. ما بعد هر آهنگی که خوندیم دوست داریم اگه مثلا یه آهنگی باشه که غمگین باشه، شعر اون احساس رو بیاره بیرون. حتی اگه رقصی باشه، مثلا منطق ندارم، هنوز تو شعرش و ملودیش احساس هست. خیلی مهمه. بله اون چی میگم، اون فان و شیطونه ها. ولی من خوشحالم که این انتخابی کردیم و دوست عزیزمون کار کردیم. وقتی میگه من با تو از زندگی پرم، من با تو دور از تصورم، اینا همه کلماتی که خیلی تصویر داره، ولی اون ریتم هم هست. یک مجموعه بین ریتم و آهنگ و شعر رو خالی گوش بدیم، این شعر میشه یه چند سال آینده هم خوند. برای همین خیلی سخته این کار و ما سعی میکنیم که سعی میکردیم و سعیمون اینه هنوز که انتخاب شعرامون درست بشه. حالا از نوجوانی شروع کردیم تا اینکه انشالله ادامه داشته باشه انتخاب